سلام بچه‌ها، امیدوارم خوب باشه. خیلی خوش اومدید به عجیب ترین ویدیوی من. توی این ویدیو قرار نیست بازی کنیم، قرار نیست ابزار هوش مصنوعی، ابزار گیم، هیچ از این کارا قرار نیست بکنیم. قراره فقط کار کنیم. الان که دارم باهاتون حرف میزنم اجازه بدین ساعت رو بهتون نشون بدم. ساعت 2:58 صبح و من تا طرفای 7 باید یه سری از کارا رو تحویل بدم. پس تصمیم گرفتم که توی این ویدیو یکم از روند کارم باهاتون صحبت کنم و یکم اون کارهایی که دارم انجام میدم و تا جایی که میشه بهتون نشون بدم و چند تا توضیح دربارش بهتون بگم که شما هم شاید دوست داشته باشید که این مسیر رو شروع کنید و برنامه نویسی و ویدیو گیم و یوتیوب و چیزای مختلف رو کنار هم هندل کنید. تا آخر این ویدیو رو ببینید چون که قراره این کارا رو در نهایت به اون جایی که میخوام برسونم و ببینم که میتونم از پسش بر بیام یا نه. خب من یه توضیح درباره کارم بهتون بدم بچه‌ها. من اگه بخوام خیلی خلاصه خودم معرفی کنم، من یه طراح سایت با وردپرسم که البته گیمرم هستم، چنل یوتیوب هم دارم و 2 سال و نیم حدود است. الان البته میشه 3 سال خورده از سال 401 فکر کنم، 401 یا 402 فکر کنم، پایان 402 بود که کارم رو با وردپرس به صورت جدی شروع کردم. قبلش حالا با وردپرس آشنا بودم ولی خب اونقدر نرفته بودم سراغش. الان با وردپرس من طراحی سایت انجام میدم و کلا تسکای مختلف رو پیش میبرم. از هوش مصنوعی خیلی استفاده میکنم برای نوشتن پلاگینا، نوشتن قطع کدا. من خیلی استرس دارم چون که یکم ددلاینم نزدیکه و تو این چند روزی که حالا یه سری از کار رو باید اوکی میکردم، متاسفانه به خاطر اینکه دندونامو کشیده بودم نمیتونستم هندلشون کنم و به خاطر همین یه ذره از برنامه عقبیم. ولی خب فکر کنم تا حوالی شاید 8:30 9 صبح یا حتی 10 صبح بتونیم خیلی از کارا رو بندازیم جلو. من 3 تا تسک مهم دارم که بذار با تسک اول شروع کنم که یه سایته که تغییرات نیاز داره. بچه من به خاطر اینکه سایت های خودم نیستن و کارفرما به همین اجازه رو نداد، یعنی باش صحبت نکردم درباره این موضوع، اصلا نمیدونه که من میخوام ویدیو رو بگیرم. چون که اجازه ندارم بهتون نشون بدم، نمیتونم اسکرینمو بهتون نشون بدم و حالا تو سکانس های مختلف ممکنه دوربین بره پشت سر من، ولی خب من نمیتونم مانیتور و جزئیات کارم رو در اختیارتون قرار بدم. اما خب روند کار رو بهتون میگم که چه شکلیه و چطور پیش میریم. تسک اولم برام انجام بدم. حالا من معمولا بچه شبا خیلی کار میکنم، یعنی صبح کار میکنم. اینو داشتم بهتون میگفتم، من شبا کلا خیلی کار میکنم چون خلاقیت بیشتره، سکوت بیشتره، آدم راحت‌تر، نوتیفیکیشن رو گوشیش نمیاد، کلا همه چی راحت‌تر و به خاطر همین یه قسمت از کارم رو صبح انجام میدم. حالا بسته به تایم روزم که کی از خواب بیدار میشم، تصمیماتم چطوریه، قراره کی مثلا برم بیرون کارم انجام بدم، ممکن مثلا ظهر شروع کنم، ممکنه صبح شروع کنم. یه قسمت از کارم رو صبح و ظهر رو زمانی که روزه انجام میدم، یه قسمتیشو شب و نصف شب، یعنی همین ساعت 1 و 2 و 3 تا طلوع فردا شروع روز. الان که ساعت 3 فکر کنم همونطور که بهتون گفتم شاید تا 7 و 8 صبح یا حتی 10 صبح کارا جمع بشه، بعد دیگه حوالی 10 بریم بخوابیم و آماده بشیم برای فردا. من برای امشب قهوه نمیخورم چون قهوه اونقدر سر حالم نمیکنه، انرژیزو به جاش میخورم که یکم تاثیرش رو من بیشتره. حتی با اینجا باز میکنم آره، ولی خب حالا به هر حال بچه سعی کنید انرژیزو کم مصرف کنید، ولی خب اگه میدونید کارتون را میدازه مصرف کنید، چرا که نه. به نظرم این کارو خفن تر کنید برای اینکه شما وسطتون سر نره، زاویه دوربین ثابت نباشه. دوربین ما میذارم پشت سرم، بریم ادامه ویدیو. یه تایم لپس ریز میبینید، بعد تسکم که من انجام دادم دوباره برمیگردیم یه سری از سوالاتو با هم دیگه جواب میدیم. اول از همه چیزی که خیلی برای من مهمه اینه که موقع کار حتما آهنگ پلی باشه. جلوتر داخل ویدیو حتما بهتون میگم که چطوری من از آهنگ استفاده میکنم، چطور کمک میکنه که تمرکز کنم. اینجا یکم تسکیه یه حالتی بود که باید چت جی پی تی کد میگرفتم، خودم نمیخواستم کد بزنم. اون چیزی هم که میخواستم بسازم از دانش فنی من بالاتر بود، پس کم کم با چت جی پی تی پیش رفتم و خدا رو شکر تونستم از پسش بر بیام. خبری که نیاز بهتون بدم اینه که تسک اول خدا رو شکر کامل شد، اوکی شد، به کمک چت جی پی تی و یه سری کارهای مختلف انجام شد، ردیف شد و الان کم کم باید بریم سمت تسک دوم. بذارید یه چیز باحال بهتون نشون بدم. اینو من توی
زمانی که اینترنت نبود با هوش مصنوعی ایرانی ساختم که شما میتونید برای آپلود فایل ازش استفاده کنید، چون که حالا یکم آپلود فایل روی شبکه‌های ایرانی و اینجور چیزا یکم سخت بود، نمیتونستم زیاد ازش استفاده کنم. این روی هاست خودم اومده بالا، یه کد خیلی کوتاه که از همون هوش مصنوعی ایرانی گرفتم که میشه ازش به عنوان آپلودر استفاده که مثلا من اینو می‌نویسم امین، بعد اینجا میتونم مثلا ویدیوهای مختلف یا عکس‌های مختلف رو آپلود کنم. مثلا اینو ببین شما، این عکس رو دادم به چت جی پی تی ساخت و این لودرش چقدر خوشگله، خیلی خفن. بعد یه دونه لینک به من میده که من این لینک رو کپی کنم بیارم مثلا اینجا، یا حالا از SMS و جای مختلف بر دوستان بفرستم. میتونم حالا این فایلی که دارم رو ببینن که این یه عکسه که جی پی تی از من ساخته، گفته الان برمیگردم. هم داستان داره این عکس، بدش کن. بریم برای تسک دوم. به نظرم چون که خوب داریم پیش میریم، ولی تسک دوم یه کوچولو چیزه، زیاد مثلا خلاقانه نیست، نمیتونم بهتون بگم دقیق چیه، ولی در این حد میتونم بهتون بگم که جایگزینی یه سری از آیکون و عکساس، مثلا چیز خلاقانه ای نیست، فقط محتوا باید جابجا کنید. کلا داخل طراحی سایت، داخل کارهایی که اینطوریان، محتوا وارد کردن، محصول وارد کردن، عکس و متن و اینجور چیزا مزخرف ترین و حوصله سربری ترین چیزه، ولی خب بازم تسک حساب میشه و نیاز داره که تمرکز داشته باشیم، چون اگه یه عکس یا آیکون جابجا بشه بعد دوباره بخوام برگردم قاطی میکنم. بریم به نظرمون هم شروع کنیم. بعدش یه سری از سوالات رو من از جی پی تی گرفتم که به اونا جواب میدم، با هم دیگه راجع بهشون صحبت میکنیم. دمتون هم گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. حالا برام بنویسید که این ویدیو رو دوست دارید، این سری ویدیو، چون من شبا کلا خیلی روی تسکا و پروژه های مختلف کار میکنم. اگه دوست دارید از این ویدیوهایی که داخلش کار کنم، داخلش کنن درباره این حوزه باهاتون صحبت کنم یا خبر جدید و چیزهای مختلف با هم دیگه صحبت کنیم، حتما بهم بگید که براتون بسازم. منم یکم آروم دارم صحبت میکنم بچه‌ها، چون ساعت 3:30 نصف شب. و برو بریم به نظرم شروع کنیم. یه خاطره خیلی تلخ از یه کارفرما دارم، اونم اینه که یه سایت بود که حالا نمیتونم اسم ایناشو بگم، چون که کسی که بهم پروژه رو داده بود اون کارفرما خیلی واسم عزیز بود، ولی لعنتی هر هفته فکر کنم طرفای 200-300 تا محصول جدید داشت و این روند وارد کردن محصولات از اونجا واسه من سخت شد که یکی رو اشتباه میزدی تا تهش اشتباه میشد. بچه چطورید؟ آقا بالاخره تسک دومم کامل شد. یکی از اون کدام از دیگه توضیح درباره این تسکا بهتون بدم. تسکایی که محتوا شما میخواین وارد کنید، چه محصول باشه، چه عکس باشه، چه نوشته باشه، هر چیزی، هر چقدر بزرگتر بشه به صورت تصاعدی اون درصد خطا و اون درصدی که باید دقت بیشتری به خرج بدید بیشتر میشه. چون اگه یکی رو جابجا بذارید، یکی رو مثلا برعکس بذارید، یه کار اشتباهی انجام بدید، یه باگی به وجود بیاد، خیلی طول میکشه و اون برگشته و درست کردنش یکم ممکنه تمرکزتون رو به هم بریزه. به خاطر همین خب درسته کار ساده است، شما یه عکس رو میگیری از کامپیوترت میذاری تو سایت به همین سادگی، ولی زمانی که 100 بار 200 بار 500 بار میخوای این کار رو انجام بدی، حالا الان من 50 تا بود، زیاد طول نمیکشه، ولی زمانی که عددش بیشتر میشه خب خیلی میام یه اشتباه کوچیک تبدیل میشه به یه فاجعه. اگه ویدیو رو دقت کرده باشید، ویدیوی تایم لپسی که براتون گذاشتم، من از ایرپاد استفاده میکنم موقع کار کنم، آهنگ گوش میدم. ویدیو یوتیوب قبلا نگاه میکردم، ولی خب تمرکز رو یه جورایی به هم میزن. شما حتی اگه ویدیو رو کوچیک اون گوشه بذارید، ممکنه حالا اون جذابیت ویدیو، اون حرفایی که داخل ویدیو میزنن، تمرکز کار رو ازتون بگیر و سرعتتون رو کم کن. حالا مخصوصا تو موقعیت من که سرعت خیلی برام مهمه، میخوام سری دستگاه اوکی بشه، تایم ساعت 4:30 صبح، زیاد تایم نرمال نیست، خیلی این موضوعات واسه هم مهمه. به خاطر همین از آهنگ استفاده میکنم، میرم تو اسپاتیفای یه آهنگ میذارم، حالا آهنگش هم مهم نیست، ما رپ گوش بدید میخواید، هر چی دوست دارید گوش بدید، ولی خب اینطوری به نظرم بهتر. و این میشه که حالا من موقع کار بیشتر آهنگ گوش میدم. حالا الان خوبه، یه روزه که خیلی تسکا شدیدتر و فرستر از الانن، یک لحظه هم ایرپاد از گوشم خارج نمیشه مگه اینکه باتریش تمام بشه. یه استراحت بکنیم، الان 4:30 تا 4:45 دقیقه اینا میشه یه استراحت کرد، یه ویدیو یوتیوب حتی دید،
یکم حالا یه قدم بزنم تو خونه و یه ذره از سر جام بلند بشم، چون الان 1 ساعت و نیم حدودا نشستم دارم فقط کار میکنم، یکم سرحال‌تر بشم بریم سراغ تسک سوم. اینطوری که داریم پیش میریم تسک سوم میتونیم تو شاید 2 ساعت تمامش کنیم، چون که تسک بزرگ هست ولی سنگین نیست، میشه اوکیش کرد و بریم شروع کنیم. حتی گفتم بریم استراحت کنیم. چرا گفتم بریم شروع کنیم؟ میدونید داشتم به چی فکر میکردم؟ این خیلی اتفاق میفته کنن شب زمانی که من دارم کار میکنم خیلی به یوتیوب فکر میکنم و داشتم به این فکر میکردم که بعد از این ویدیو یه ویدیوی پادکست هم بگیرم. بچه چطورید؟ من امین موقع ادیت هم خواستم بگم که نای هیچی رو ندارم که پادکست بخوام بگیرم، به زور دارم ادیت میکنم. نمیدونم تا حالا این ساعت ویدیو خاصی نگرفتم بجز یه بار که تریلر همه جی تی ای 5 اومد، یعنی دقیقاً تریلر جی تی ای 5 اومد، اولین تریلرش هم 5 خورده 5 و 10 5 و نیم اینا اومد. ویدیوهاشو هم ریکوردش کردم، آماده شدم رفتم دانشگاه کلاسمو شرکت کردم. اون موقع چند تا بچه‌ها داخل دانشگاه من شناختن، هیچ وقت یادم نمیره. آقا بدون معطلی به نظرم بریم یه استراحت بکنیم بعد بشیم پای کار. ببخشید تمرکز ندارم، فکرم پیش کاراست. همین دیگه، بریم ادامه ویدیو. بچه 5:41 دقیقه از ویدیو آریا رو داشتم میدم. تو این فاصله گوشیمو وصل کردم به سیستم و ویدیو رو یکمش رو ادیت کردم، کاتاشو زدم، ویدیو رو داشتم کنار هم و به خاطر این ویدیو نگرفتم چون که دیگه داشتم این ادیت میکردم. با حضور آقای قهرمانی بریم بر ادامه ویدیو. چیزی که جالبه میدونید چیه؟ من الان اومدم بیرون دیدم آفتاب طلوع کرد، 6:20 کمه، 20 دقیقه به 6 و اگه این زنبور من نیش نزنه میریم سراغ ادامه شیفت. ولی خواستم بهتون بگم خیلی عجیب بود برام که آفتاب طلوع کرد. بذاریم کار کنیم، بذار میمیریم. یو بچه یه کاری کردم که حس میکنم اشتباه، اونم اینه که با سخت‌ترین تسک دارم شیفت رو به پایان میرسونم و بعد از اینکه یه روز کامل کار کردم، شبش هم کار کردم، کلی تسکا رو انجام دادم، کارا رو پیش بردم، اومدم سخت‌ترین و نمیشه گفت پیچیده ترین ولی اونی که کاراش زیادتر از همه بود رو انجام دادم و صفحات زیادی داشت، فرمای زیادی داشت، کارهای زیادی باید انجام میشد و شما این کار رو نکنید، شما این اشتباه نکنید. معمولا از سخت‌ترین شروع کنید، با آسان‌ترین تموم کنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خب بعد از یه تایم لپس خیلی طولانی، همونطور که میبینید صدا من هم گرفته، الان ساعت 7:15 صبح و بالاخره 3 تا تسک کامل شدن. از اون چیزی که فکر میکردم کمتر طول کشیدن راستشو بخوام، چون خیلی سریع داشتم کار میکردم. مثلا روی سومی خیلی تلاشمو کردم که سریع برسه، چون که چند روز بود بعد انجامش میدادم، انجام نداده شده بود. ولی خب الان خدا رو شکر کامل شد. اون نمونه اولیه سایت آماده است و میتونن استفاده کنن. نسبت به تارگتی هم که داشتیم 2 ساعت زودتر زدیم، قرار بود تا 9 و اینا طول بکشه ولی الان ساعت 7:15 صبح خدا رو شکر کامل شد. همونطور که بهتون نشون دادم یا شاید هم تو کات نشونتون ندادم، یه تیکه از ولاگم ادیت کردم و این ویدیویی که الان دارید میبینید احتمالا همین امروز که دارم این کار انجام میدم براتون آپلود میشه. اگه یه ذره بریده حرف میزنم باور کنید به خاطر اینه که من این 3 ساعت، البته 4 ساعت دیگه، از حوالی 3 شروع کردیم، این 4 ساعتی که کار کردم با اون مقدار ساعتی که در طول روز کار کردم حوالی 10 ساعت میشه که تسکار پیش بردم، کارهای عقب افتاده رو یکم جلو انداختم. حالا بازم کارهای عقب افتاده هست که میتونم روشون کار کنم ولی تمرکز و اینجور چیزاشو واقعا ندارم. حالا شاید یکم ویدیو ادیت کنم و در نهایت بگیرم بخوابم. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو دیدین. من سری سوالات و اینجور چیزا آماده کرده بودم که داخل این ویدیو بهتون بگم و با هم دیگه راجعشون صحبت کنیم. نشد تا این ویدیو اونقدر اجازه نداد که این کار بکنیم، اما برام بنویسید که دوست دارید قسمت‌های بعدی این ویدیو رو ببینید یا نه، چون خودم خیلی دوست دارم از کار کردن و این روندی که پیش گرفتم براتون ویدیو درست کنم. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی میبراتون. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و همیشه موفق باشین. فعلا.